سلام دوستان. آماده اید برای شروع یه جلسه پر از یادگیری؟ بریم که این جلسه رو شروع کنیم. خب بریم سراغ این که اصلا پایتون چیه. توی این جلسه من سعی میکنم در واقع تا الگوریتم و فلوچارت از فصل اول کتاب رو پوشش بدم و اصلا بگیم برنامه نویسی چیه. یعنی ما فرض رو بر این میگیریم که شما پیشینه خیلی قوی از برنامه نویسی ندارید. بعضا شاید بعضی از افراد حالا برنامه نویسی هنوز کار نکرده باشن و بنابراین از سطحی ترین مورد شروع میکنیم به درس دادن و تدریس کردن و الی آخر. خب یه تاریخچه کلی از پایتون من بخوام براتون بگم. پایتون توی پلند متولد شد و چیزی که من همیشه برای این مد نظر دارم و به بچه‌ها و دوستان اشاره میکنم این هست که خالق زبان پایتون که حالا گایدو وان روسوم هست یک شخص هلندی بود که تقریبا بعد از اینکه مثل همه شماها عزیزان جوان بود و جویای نام، وقتی که از دانشگاه فارغ التحصیل شد در واقع به عنوان یه برنامه نویس به یک گروهی تحت عنوان ABC ملحق شد و اومد روی زبان برنامه نویسی که حالا هدف این زبان این بود که بخواد ظرافت، سادگی و خوانایی رو برای مخاطبش داشته باشه، روش کار کردن. 4-5 سال گذشت و خب همونطور که مشاهده میکنید هیچ موفقیت مشهودی توی اون پروژه ABC به دست نیاورد و پرونده این پروژه بسته شد. خب حالا شاید بعضا اگه مثلا حالا ماها باشیم بگیم خب 4-5 سال عمر اون شخص به هدر رفت و هیچ نتیجه نداشت، در صورتی که اصلا این شکلی نیست. بعد از اون گویدو به تیم در واقع آمیب توی حالا CWI پیوست و در واقع یک کار رو روی سیستم عامل مبتنی بر کرنل آمیب آغاز کردن و تقریبا سال 1991 باز که از اعضای تیم که مدیر پروژه اون حالا پروژه بود برای استادی دانشگاه دعوت شد و گروه رو ترک کرد و باز هم گویدو ناامید نشد و فعالیت‌های خودش رو ادامه داد و حالا خیلی سرتون رو درد نمیارم خلاصه کنم که تقریبا 10 سال بچه‌ها طول کشید که پایتون توسط گویدو منتشر شد. یعنی میخوام بهتون بگم که پایتون حاصل تلاش 10 ساله گویدو هست که کلی تجربه کسب کرده. درسته که از اولین سال روی پایتون کار نکرده ولی خب کلی تجارب کسب کرد و خلاصه این پایتون رو منتشر کرد که الان ما خیلی داریم ازش توی زمینه‌های مختلف، رشته‌های مختلف استفاده می‌کنیم. و فقط حالا جالبه که اشاره کنم اینم که اسم زبان شده پایتون هیچ ربطی به حالا مار پیتون یا پایتون نداره و این شکلی بود که یک برنامه محبوبی کمدی در اون تایمی که این برنامه رو ایجاد کرده بود در واقع پخش میشد توی تلویزیون و اون از این برنامه یه برنامه محبوبی بود برای مردم و اومد این اسم پایتون رو برای حالا برنامه خودش انتخاب کرد. تا مدت هم اجازه نمیداد که تصویر مار پایتون رو بذارن روی کتابش، ولی خب زمانی که انتشارات اوریلی که معمولا میاد در واقع تصاویر جانوران رو روی کتاباش قرار میده دیگه، اومد این در واقع پایتون رو بخواد منتشر کنه به عنوان یک کتاب، اجازه داد که خلاصه این تصویر مار هم به عنوان لوگو و نمادش انتخاب بشه. حالا ما کاری به این صحبت ها نداریم، بریم سراغ مباحث اصلی خودمون. دوستان من هدفم اینه که از پایه بیسیک شروع کنیم، یعنی این جلسه یه جورایی جلسه معارفه پایتون، نصب پایتون و کلیات پایتون هست و سینتکس ها رو ما به صورت حرفه‌ای از جلسه بعدی شروع میکنیم. اگه بخواید بدونید توی این جلسه چه مباحثی تدریس میشه، توی این جلسه ما فلوچارت و الگوریتم ها رو داریم، کلیات پایتون رو میگیم و نصب حالا IDE های مختلفی که برای پایتون کاربردی هستن. خب شروع کنیم که بگیم آقا پایتون چه ویژگی هایی داره. پایتون دوستان یک زبان برنامه نویسی سطح بالا هست. یعنی اگر که ما بخوایم مثلا فرض بفرمایید من اینجا بیام این مورد رو برای شما مطرح کنم. خب ببینید اگر که فرض بفرمایید شما سیستم رو داشته باشید، اوکی، و مثلا این هم
انسان شاد نوعی. خب سطح کدومشون بالاتره از نظر حالا ظاهری؟ یه ذرم براش مو بذاریم خوشگل‌تر بشه. کدومشون سطحشون بالاتره دوستان؟ کدومش خالق اون یکیه؟ اینجوری بگم کدومش اون یکی رو ایجاد کرده؟ مشخصه دیگه. عملا انسان هست که در واقع کامپیوتر رو ایجاد کرد. درسته؟ به همین دلیل ما میایم میگیم آقا این سطحش بالاست و کامپیوتر که در واقع ساخته دست بشر هست سطحش چیه؟ پایین. اینجوری بچه‌ها میگم که تو ذهنتون بمونه ها. خب اگر بخوایم بگیم که خب زبان در واقع انسان زبان بین المللیش چیه؟ انگلیسیه و زبان برنامه نویسی کلا بیسش چیه؟ کامپیوتر چیه متوجه میشه؟ اینجوری بگم بهتره. زبان ماشین چیه؟ همونطور که دوستان دارن اشاره میکنن زبان در واقع کامپیوتر باینریه. درسته؟ خب حالا من اینجا میام سطوح زبان برنامه نویسی رو بررسی میکنم. هرچی یک زبانی به زبان انسان نزدیکتر باشه پس هرچه زبان برنامه نویسی که به زبان انسان نزدیکه میشه چی؟ بهش میگن سطح بالا. برعکسش هرچی زبان برنامه نویسی به زبان در واقع سیستم یا کامپیوتر نزدیک تر باشه بهش میگن سطح پایین. حالا این وسط ما سطح میانی و اینا رو هم داریم که ما کاری با این مورد نداریم. پایتون جزء زبانهای سطح بالاست. به همین خاطر هست که امروز انقدر محبوب شده. افراد مختلف از دانش آموزان بگیر تا دانشجویان تا اساتید حرفه‌ای دانشگاه همه در حد در واقع کارهایی که خودشون میخوان داشته باشن دارن با پایتون کار میکنن. پس زبان سطح بالا یعنی شما نیازی نیست حتما رشتت کامپیوتر باشه و قواعد بیسیک و کلی رو بدونی. میتونی خیلی راحت در واقع با این زبان ارتباط برقرار کنی. به عنوان مثلا چاپ کردن چی میشه؟ همه ما میدونیم چاپ کردن به انگلیسی میشه چی؟ پرینت. خب حالا اگر من بخوام توی پایتون بگم چاپ کن خیلی راحت میام از تابع یا دستور پرینت استفاده میکنم و چون میخوام متن بنویسم حالا اینا رو بهتون میگم کوتیشن براش میذارم. مثلا میگم چی؟ سلام پایتون. به همین راحتی شما یه خط کد نوشتی که اومد چیکار کرد برای شما سلام پایتون رو در خروجی چاپ میکنه. در صورتی که همین رو اگه بخواستیم توی حالا زبان سی بنویسیم که تقریبا میانی یا حالا ما مثلا پایین در نظرش میگیریم باید یه تابع مثلا نمیدونم void main مینوشتیم بعد داخلش نمیدونم include stdio.h رو اونایی که کار کردن میدونن. یعنی باید یه تابع مینوشتیم که حالا بخوایم یه در واقع بخشی رو با سی پلاس پلاس مثلا باید سی اوت میکردیم و فلان و اینا. اما پایتون خیلی راحت با یه تک دستور پرینت میتونه این کار رو برای شما انجام بده. پس این که میگن سطوح زبان برنامه نویسی معنیش اینه. این از این مورد. اما بریم سراغ قسمت بعدی. خب میگه آقا پایتون در واقع چیه؟ گفتیم که سطحش بالا هست، زبان‌هایی که به زبان انسان نزدیک‌ترن و به نوعی ساده‌ترن. بچه‌ها میگه همه منظور است یا اصطلاحاً بچه‌ها بهش میگن کراس پلتفرم. کراس پلتفرم یعنی چی؟ یعنی شما دیگه نیازی نیست حتما مثلا پایتون بیاد بگه آقا نه من فقط برای سیستم عامل ویندوز عمل میکنم، من فقط برای لینوکسم. نه، عین خاکشیر با همه سازگاره، با همه سیستم عاملا سازگاری داره. پس وقتی ما میگیم کراس پلتفرم هست یعنی چی؟ یعنی سازگار با سیستم عامل‌های مختلف. پس اینو هم در نظر داشته باشید. کراس پلتفرم. مورد دیگه متن باز یا اوپن سورسه و از همه مهمتر بچه رایگانه. ببینید الان مثلا این همونطور که ببینید حالا من یه برنامه مطلب هم داره ران میشه توی در واقع سیستمم. بچه‌هایی که مثلا کار میکنن خیلی وقتا ما میایم با نرم افزار مطلب هم یه سری کدا رو می‌نویسیم. مطلب هم یه زبان خیلی قویه تو برنامه نویسی. اما داریم می‌بینیم که مثلا با وجودی که مطلب خیلی سال هست ما داریم ازش استفاده می‌کنیم و هنوز هم استفاده می‌کنیم، الان یه جورایی پایتون مخصوصا تو زمینه‌های هوش مصنوعی واقعا داره پیشی میگیره از مطلب و پیشی گرفته. چه بسا که تمام LLM هایی که داریم مثل چت جی پی تی و چیزای جانبی همه بیسشون پایتونه. یکی از بزرگترین دلایلش کسی میدونه چیه؟ چرا اینقدر پایتون در حال حاضر
محبوب شده و دارن همه ازش استفاده میکنن. تو صحبتام هم یه اشاره کوچولویی کردم. بچه رایگانه، یعنی پایتون به خاطر رایگانیش نگاه نکنید ما الان تو ایران هستیم نمیدونم سری میریم سافت 98 و نسخه های کرکی و فلان و فلان و فلان. چرا؟ چون که حالا این در واقع پایتونه، چون رایگان هست، چون فری هست، بنابراین افراد میتونن توسعهش بدن. ببین ما یه بحثی داریم تحت عنوان توسعه دادن یک زبان. خب زمانی که شما رایگان در اختیار بقیه این زبان رو قرار میدی، افراد مختلفی اهم از متخصص و افراد عادی میتونن روش کار کنن. من یه مثال براتون بزنم. ببینید اولا که قوت پایتون به چیشه بچه، یعنی چی میگن برتری پایتون به چیشه؟ اوپن سورس. خب ببینید همونطور که اشاره کردیم پایتون گفتیم که آقا پایتون فری هست، خب اوپن سورس هست، یعنی شما میتونی کداشو دسترسی داشته باشی خودت. بچه پایتون اوپن سورسه یا متن بازه. ببینید مثلا اونایی که با مطلب کار کردن این رو میدونن که آقا ما اگر بخوایم توی مطلب نموداری رو رسم کنیم، حالا مهم نیست که همه بدونن یا نه، کسی میدونه اونایی که کار کردن توی مطلب با چه دستور نمودار رسم می‌کنیم؟ با دستور پلات. خب حالا همون تیمی مثلا فرض کنید پایتون زمانی که این ایجاد شده بود، خب برای رسم نمودارا و اینا به صورت مستقیم چیزی رو نداشت. خب اما در واقع اومدن افرادی که خب قبل از پایتون داشتن با مطلب کار میکردن، اومدن ایده گرفتن و کتابخونه متس پلات لیب رو دقیقاً بر اساس مواردی که تو مطلب بود برای پایتون ایجاد کردن. دقیقاً، بسیار عالی، دوستان همه دارن درست میگن. پس میخوام اینو بهتون بگم چون پایتون متن باز بود و رایگان بود، کلی کتابخونه، بیش از هزاران کتابخونه افراد اومدن درست کردن. مثلا آقا من و شما نوعی داریم روی پروژه‌ای کار میکنیم، برای این نیاز داریم که یه ماژول ایجاد کنیم، یه کتابخونه ایجاد کنیم. بعد میگیم آقا مثلا ما روی فلان پروژه مثلا فرض کنید مهندسی پزشکی کار کردیم، این کتابخونه رو اوکی کردیم، بقیه هم مثلا بیاین استفاده کنن. منظور به اینه که خود پایتون رو توسعهش رو افراد مختلف دادن، یعنی بیسش رو گروه پایتون در اختیار قرار دادن و چون اوپن سورس بود انقدر گسترده شده، انقدر پیشرفت کرده. اگر قرار بود که در واقع رایگان نباشه و اوپن سورس نباشه، خب انقدر در واقع پیشرفت نمیکرد و توسعه پیدا نمیکرد. خب این هم یکی از دلایل دیگه محبوبیت و همه‌گیر شدن پایتون. مورد بعدی بچه‌ها اینه که حجمش خیلی، یعنی مثلا فرض کنید شما اگه بخوای یه نرم افزاری رو نصب کنی، مثلا میگم حالا من هی دارم با مطلب مقایسه میکنم چون با جفت اینا کار کردم و جفتش هم خوبه. بچه‌ها یه صحبتی هم همین بسم الله بهتون بکنم. هیچ وقت نگید که کدوم زبان برنامه نویسی بهتره، چون من در جواب بهتون میگم که برای چه کاری. خب یه زبان برنامه نویسی هست مثلا برای بازی سازی مناسبه، مثل سی پلاس پلاس. یه زبان برنامه نویسی هست واسه مثلا طراحی وبسایت مهمه، مثل جاوا اسکریپت. هر کدومش یه جایگاهی داره. پایتون برای هوش مصنوعی و در واقع کارهایی که با هوش مصنوعی انجام میشه مثل ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، یا حتی مثلا برای بک‌اند سایت کتابخونه داره مثل جنگو. برای اکثر بخش ها و حالا قسمت هایی که ما مورد نیازمونه کتابخونه داره. حالا اینجام داره همینو صحبت میکنه، میگه آقا پایتون خیلی ساده است، کتابخونه هاش هم زیاده و حالا اگر خواستید مثلا توی سایت باش کار کنید کتابخونه جنگو رو داره، دیش خونده نمیشه. خب حالا اشاره کردیم که یکی از کتابخونه‌هایی که پایتون داره مثلا جنگو یا فلاسکه که باهاش بک‌اند سایت رو می‌نویسند. خب این خیلی عالیه. یا مثلا بر پایه جی یو آی ما کتابخونه داریم مثل پایکیوتی، مثل کینتر یا تی کینتر هم تلفظ میشه. این کتابخونه ها هم برای در واقع ایجاد اپلیکیشن ها استفاده میشن. خب یا مثلا پردازش تصویر. بچه کتابخونه اوپن سی وی توی پردازش تصویر بسیار استفاده میشه و مخصوصا این کتابخونه باز برای مباحثی مثل ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ یه بخشایش، چون ما میخوایم در واقع تصاویر رو پردازش کنیم، خیلی خیلی مهم میشه. مثلا آقا اتومبیل های خودرانی که الان وجود داره، بالاخره شما باید بیای یه سری برنامه‌هایی رو بنویسی، یه سری داده‌هایی رو بگیری که بتونی باهاشون ارتباط برقرار کنی از نظر تصویری.
پردازش تصویر در واقع کتابخونه‌اش میشه اوپن سی وی توی پایتون، یا حالا کتابخونه‌های جانبی هم داره. یا نه میخوای آقا برنامه‌های محاسباتی داشته باشی، خب کتابخونه‌هایی مثل نامپای، مثل سایپای، اینا بهتون کمک میکنه که محاسبات رو کاملا 0 تا 100 انجام بدین. حالا اگر بخوایم پیشرفته ترش رو در نظر بگیریم، مثلا میشه پایتورچ که پایتورچ برای هوش مصنوعی و دیپ لرنینگ ازش استفاده میکنن. یا مثلا یکی از کتابخونه‌های دیگه‌ای که داره ساخت ربات اینستاگرام یا تلگرام هست، سلنیوم. الان می‌بینید خیلی از مشاغلی که وجود داره، مثلا چه میدونم میری وارد تلگرام میشی، میگه خب حالا وارد این ربات تلگرام شو، استارت رو میزنی حالا با بات فادر و فلان و اینا، و بعد خیلی راحت مثلا میگه آقا این کانالا رو هم دنبال کن، اینو واریز کن، فلان کن، بیسار کن. خیلی راحت می‌بینی که دارن چیکار میکنن. یا مثلا این سایتایی که لایک اینستاگرام داره، نمیدونم فالوور اینستاگرام داره و غیر و ذالک، تماما میتونه با پایتون بیسش نوشته شده باشه. یا بچه‌ها حالا توی این پردازش تصویری که گفتیم، تمام این مواردی که فرض کنید کتابخونه‌هایی مثل پای گیم، پای گیم خیلی گیم قوی مثلا مثل این گیمایی که شما انجام میدید و میشینید گیم میزنید و اینا نیست. خب در حد بازی‌های 2D و دو بعدی و اینا اوکیه، ولی مثلا که فکر کنی بازی‌های خیلی خفن و جذاب و اینا رو بیشتر با سی پلاس پلاس و حالا سی شارپ و اینا انجام میدن. ولی باز پای گیم رو هم داره، مثل بازی بگو اسمش، این بازی سگا بود، این بچه بالا پایین میپرید، اسمش هم یاد، ماریو. مثلا در حد یه بازی ماریو و اینا خیلی راحت میتونید باهاش بنویسید. بله دیگه به حضورتون که عارضم. بچه پایتون برخلاف گفتیم زبانهای برنامه نویسی دیگه، کداش قابل فهم، سینتکس خوبی داره. واژه سینتکس به چه معنیه؟ وقتی ما میگیم مثلا یک زبان برنامه نویسی سینتکسش ساده و روونه، یعنی چی؟ سینتکس یعنی قواعد، یعنی دستور زبان، یعنی ساختار، قواعد نحوی. حالا یعنی چی؟ مثلا فرض کنید چه میدونم توی انگلیسی، خب مثلا ما میگیم I am، حالا اسممون رو مینویسیم، حالا اگر این امه مثلا بشه I are، خب به این میگن ارور سینتکسی، یعنی قانون و قاعده رو رعایت نکردی، از نظر نوشتاری داری اشتباه میکنی. خب این هم همینطوره، سینتکس یعنی قواعدی که پایتون گذاشته و ما باید چیکار کنیم، اونا رو مد نظر بگیریم. پس سینتکسش خوبه، آسونه، خوانا هست کداش، و خب اینا رو بگذریم، خیلی نمیخوام روی اینا مانور بدم. پس گفتیم آقا کاربردایی که پایتون داره، برنامه‌نویسی وب هست، ماشین لرنینگ، دیپ لرنینگ، دیتا ساینس، دیگه امنیت تست نفوذ. تمام این موارد رو بچه توی پایتون شما میتونید داشته باشید. و کراس پلتفرم بودن و این صحبت هم کردیم. یه چیز جالب دیگه که شاید براتون جالب باشه بچه، پایتون چند تا نسخه پایتون وجود داره، خب که مثلا سایتون یه جورایی هم پایتون رو متوجه میشه هم سی رو، یعنی یه جورایی محصول مشترک پایتون و سیه. جایتون پایتون و جاوا، آیرون پایتون، پایتون و دات نت. یعنی اونایی که مثلا این برنامه ها رو کار کردن قبلا، این زبان ها رو کار کردن، باز میتونه پایتون باهاشون چیکار کنه، خودشون رو وفق بده و حالا کمکشون کنه. مورد بعدی اینه که منابع پایتون خیلی زیاده بچه‌ها. داکیومنت تا دلت بخواد زیاده، چون رایگانه نسخه‌های فارسی، انگلیسی، ویدیوها و تا دلتون بخواد وجود داره. دوستان عزیزم به پایان ویدیو رسیدیم. انشالله در ویدیو بعدی ادامه مطالب رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.